خب امروز جای رضا من دارم صدا میذارم. ما اومده بودیم پیاده روی دور و بر خونه خودمون، یه کوچه خیلی قشنگ اینجا پیدا کردیم. گفتیم که این زیبایی و قشنگی این کوچه رو با شما هم سهیم بشیم. من براتون میگم فوق العاده این کوچه زیباست، فوق العاده زیباست. یعنی این زیبایی این کوچه رو هر چقدر بگم کم گفتم و اصلا تو دوربین نمیدونم چرا نمیفته زیبایی این کوچه. اولا که مثل درختای توی خیابون ولیعصر تهران خودمون، درختها همه از این ور رفته به اون ور و این وسط همه به هم گره خوردن. خیلی زیباست، خیلی زیباست. بعد یه جوری هست این کوچه که حالت شهرک توری داره، شهرک نیست ولی یه جوری همه همسایه ها همدیگر رو میشناسن و هر کی با ماشین رد میشه اگر همسایه‌اش دم در باشه سلام علیک میکنن. یعنی این همه تعداد خونه همه همدیگر رو میشناسن. بعضی از خونه ها قدیمیه و بعضی هاشون هم تازه سازه، خیلی هم دارن میسازن. حالا من سکوت میکنم، شما سکوت، آرامش و زیبایی کوچه رو ببینید. این هم داره میسازه، چه تقریبا عمارت میسازه دیگه. باید چیز قشنگی باشه. خیلی زیباست، خیلی خوشگله. یعنی من حاضرم واقعا 10 دفعه برم سر این کوچه بیام تاش دوباره برگردم که فقط این آرامش و زیبایی رو ببینم. خیلی این آرامش و زیبایی قشنگه. %50 به نظر من اون خونه‌ایه که توش داری زندگی میکنی و این چقدر خوشگله. 50% هم کوچه است، یعنی اون خیابون و اون کوچه‌ای که توش هستی، از خونه میای بیرون، اون آرامشی که تو کوچه هست، همسایه‌های خوب. خیلی زیباست. انشالله که خدا برای همه آدما بخواد همه جای خوب زندگی کنن، همه خونه خوب داشته باشن. اینم یه خونه قدیمی دیگه. خیلی کوچه زیبایی بود، خیلی قشنگ بود، خیلی آروم بود. خب مثلا این خونه الان نوسازه. و این برم که این هست.
خیلی این آرامش لذت بخشه، خیلی خیلی. این روزای پایدار واقعا زیباست، واقعا زیباست. خب امیدوارم که شما هم مثل من از دیدن این یه تیکه ویدیو لذت برده باشین از این آرامش. خداحافظتون تا ویدیوی دیگه.